لا بأس طهورا ان شاء الله. ترجمه: باک ندارد، پاک کننده گناهان است ان شاء الله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حمد و ثنا اللهی که ما را خلق کرد و تنی صحت و سالم بر ما نصیب گرداند و درود و سلام به پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، موضوع دعاها را دوام می دهیم و دعای امروزه دعای هنگام عیادت بیمار. برادر و خواهر ایمانیم، اسلام که دین برحق است، انسانیت را به بهترین اخلاق راهنمایی نموده از کارهای زشت و ناپسندیده باز می دارد. یکی از آن خصلت‌های نکوی اسلامی و انسانی این عیادت بیمار است. چون نفری از دوستان، خویشاوندان، نزدیکان و یا از همسایگان ما بیمار شوند، بر ما لازم است که از او خبر گیریم و در حقش سخنان نکو گفته دعای خیر نماییم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: مسلمان بر بالای مسلمانی دیگر 5 حق دارد: جواب سلام دهد، عیادت بیمار رود، در جنازه‌اش حاضر شود، قبول نمودن دعوت و با دعا جواب دادن عطسه زننده. روایت بخاری و مسلم. از ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که هر وقتا که پیامبر صلی الله علیه و سلم به عیادت بیماران می آمدند می گفتند: لا بأس طهورا ان شاء الله. ترجمه: باک ندارد، پاک کننده گناهان است ان شاء الله. روایت بخاری. بله دوست عزیزم، بیماری این پاک کننده گناهان است. هر وقت که ما بیمار می شویم، خداوند به سبب این بیماری گناهان ما را پاک می کند. چنانه که در حدیث آمده است: حتی خاری که بر پای مومن می خلد سبب کفارت گناهان می شود. پس دوستان عزیز، اول این که از خداوند صحت و سلامتی را می طلبیم و اگر با سبب‌های بیمار شدیم فراموش نکنیم که این بیماری سبب کفارت گناهان ما می‌گردد و ما باید صبر کنیم و در پی علاج این بیماری باشیم. و این چنین دیگر دعاها نیز موجود است چنانه که در حدیث ها می آید و ما بر این اکتفا میکنیم. این بود پایان موضوع امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.